با مقصد رشد سوهای ورزش، تحکیم دوستی بین ورزشکاران، ترغیب طرز حیاتی سالم و در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار ورزشی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان مسابقه کشاد ولایتی از روی نمود گیمناستیک بدنی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده برگزار گردید. رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، مسئولین ساحه ورزش، مربیان، داوران و دوستداران ورزش در مراسم کشاده شوی مسابقه اشتراک و سخنرانی نموده از توجه و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت رشد و عمومیت ورزش و دستگیری ورزشکاران یادآور شدند. قید کرده شد که در زمان صاحب استقلالی کشور ساحه ورزش در تاجیکستان رشد و رواج یافته، ورزشکاران تاجیک در عرصه جهانی کشور عزیزمان را معرفی نمودند. ذکر گردید که مسابقه مذکور در دایره سلسله چهاربینی‌های ورزشی 35 سال استقلال 35 قله ورزش برگزار شده ایستاده است. در این چهاربینی با نفوذ ورزشی زیاده از 150 نفر ورزشکار از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، ولایت ختلان و اینچنین مهمانان از جمهوری ازبکستان شرکت ورزیده مهارت بلند ورزشی و هنری خود را در برنامه‌های انفرادی و دسته‌ای به نمایش گذاشتند. اشتراک ورزشکاران کشور همسایه ازبکستان به مسابقه شکوه و شهامت بیشتر بخشیده و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در ساحه ورزش مساعدت نمود. В этом году я увидела изменения, улучшения, популяризацию. Девочки и старшие выступали для здоровья, младшие стали лучше, прибавились тренера, уже на профессиональном уровне выполняли упражнения. Понравилось, изменение идет в гору. Особенно большая благодарность хочу выразить президенту Республики Таджикистан Имамали Рахмон за то, что уделяет внимание этому прекрасному виду женского спорта художественная гимнастика. Пусть выходят девочки Таджикистана на международную арену, выходят на чемпионаты Узбекистана, чемпионаты Средней Азии, на чемпионаты мира и на Олимпиаду. مورد به ذکر است که امروزها با دستگیری پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و توجه مخصوص رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده برای رشد ساحه ورزش شرایط مساعد برای مشق و تمرین و اشتراک جوانان در مسابقه‌های سطحی گوناگون فراهم آورده شده است و تمام امکانیت‌ها مهیا گردیدند. پس از رقابت‌های جالب و هیجان‌آور داوران غالبان را معین نموده نتیجه‌های عمومی مسابقه را چنین جنبش گردانیدند. جای اول را در هیئت دسته‌ای تیم خوجند 1، جای دوم را دسته خوجند 2 و مقام سوم را دسته ولایت ختلان صاحب کردند. در مراسم جنبش به غالبان و جایزه‌داران جام رئیس ولایت سوخت، مدال، دیپلم، اینچنین همه اشتراکچیان مسابقه با تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. برگزاری چنین مسابقه‌های سطح بلند بر رشد ورزش گیمناستیک بدنی، بلند برداشتن مهارت ورزشکاران، تحکیم دوستی بین جوانان و آماده‌سازی ورزشکاران بالیاقت برای اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی زمینه مساعد می‌گذارد.